تا به حال به این فکر کردید که خطوط هوایی و خدمه پرواز چه چیزهایی رو از مسافران پنهان میکنن؟ تو این ویدیو برخی از شگفت انگیزترین رازهای پرواز رو فاش میکنیم، چیزهایی که ممکنه نگاه شما رو به سفرهای هوایی برای همیشه تغییر بدن. بیشتر مسافران فکر میکنن که خلبان‌ها در تمام طول پرواز بیدار و هوشیار هستند، اما در واقع بسیاری از اونا به خصوص در پروازهای طولانی در کابین استراحت میکنن. این کار که به اون استراحت کنترل شده گفته میشه توسط سازمانهای هوانوردی تایید شده تا خلبان‌ها در پروازهای طولانی هوشیارتر باشن. حتی برخی از خطوط هوایی اتاقهای خواب مخفی برای خلبان‌ها فراهم میکنن که معمولاً در بالای کابین مسافران یا نزدیک کابین خلبان قرار دارن. این اتاقها دارای تخت، پتو و نور کم هستند تا خلبان‌ها بتونن به خوبی استراحت کنن. در برخی از پروازها یک خلبان جایگزین یا کمک خلبان وظیفه هدایت هواپیما رو بر عهده میگیره تا خلبان اصلی استراحت کنه. اما نکته شوکه کننده اینه که برخی خلبان‌ها اعتراف کردند که بعد از بیدار شدن متوجه شدن که کمک خلبان هم خواب بوده. به همین دلیل سیستم خلبان خودکار یا اتوپایلوت نقشی حیاتی در پرواز داره. اگر تا اینجای ویدیو همراهمون هستید، از پایین همین ویدیو عضو کانالمون بشید، زنگوله کنارش هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهامون با خبر بشید. در مواقع اضطراری ماسک های اکسیژن از سقف پایین میان تا مسافران بتونن نفس بکشن. اما آیا میدونستین که این ماسک ها فقط حدود 12 تا 15 دقیقه اکسیژن رو تامین میکنن؟ شاید این موضوع نگران کننده به نظر برسه، اما دلیل اون اینه که این زمان معمولاً برای کاهش ارتفاع هواپیما به سطحی ایمن کافیه، جایی که میتوان دوباره بدون نیاز به ماسک اکسیژن نفس کشید. بسیاری از مسافران هنگام پایین اومدن ماسک ها دچار وحشت میشن، اما خطر واقعی زمانیه که ماسک رو سریع نگذارید. در ارتفاعات بالا شما میتونید تنها در 20 تا 30 ثانیه به دلیل کمبود اکسیژن بیهوش بشید. به همین دلیله که مهمانداران همیشه تاکید میکنن که ابتدا ماسک خودتون رو بذارید و سپس به دیگران کمک کنید. آیا تا به حال دقت کردین که مهمانداران معمولاً از قهوه یا چای داخل هواپیما نمیخورن؟ دلیل اون اینه که آب استفاده شده در این نوشیدنی ها از مخازن آب داخل هواپیما تامین میشه که همیشه به طور منظم تمیز نمیشن. تحقیقات متعددی نشون دادن که آب داخل هواپیما میتونه حاوی باکتری اکولای باشه، به خصوص در هواپیماهای قدیمی‌تر که مخازن آب اونا به ندرت ضد عفونی میشن. سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا گزارش داده که از هر 8 هواپیما یک هواپیما در آزمایش‌های ایمنی آب به دلیل آلودگی مردود شده. به همین دلیل مهمانداران معمولاً فقط از آب معدنی بسته‌بندی شده استفاده می‌کنند و توصیه می‌کنند که مسافران از نوشیدن قهوه یا چای در پرواز خودداری کنند، مگر اینکه با آب بسته‌بندی شده تهیه شده باشه. بنابراین دفعه بعد که در میانه پرواز هوس یه نوشیدنی گرم کردید، شاید بهتر باشه دوباره فکر کنید. آیا تا به حال متوجه شدین که هنگام برخاستن و فرود اومدن هواپیما چراغ‌های داخل کابین کم نور میشن؟ بسیاری فکر میکنن که این کار فقط برای ایجاد یک فضای آرامش بخشه، اما در واقع یک اقدام ایمنی محسوب میشه. اگه در هنگام برخاستن یا فرود اومدن هواپیما که بیشترین حوادث هوایی در این مراحل رخ میدن شرایط اضطراری پیش بیاد، مسافران ممکنه نیاز به خروج سریع از هواپیما داشته باشن. کم کردن نور باعث میشه چشمان شما به تاریکی عادت کنه، بنابراین اگر برق هواپیما قطع بشه یا مجبور بشید در محیطی تاریک از هواپیما خارج بشید، دچار کاهش دید ناگهانی نخواهید شد. مهمانداران همیشه از شما میخوان که پرده پنجره ها رو باز بگذارید. این کار به دلایل ایمنی انجام میشه. در صورت وقوع حادثه، باز بودن پرده ها به مهمانداران و تیم های امدادی کمک میکنه تا داخل هواپیما رو ببینن و شرایط رو سریعتر ارزیابی کنن. اگه قبلا سوار هواپیما شده باشید، احتمالاً متوجه صدای دینگ در طول پرواز شدید. اما یا میدونستید که این صداها فقط یه زنگ ساده نیستند؟ خطوط هوایی از کدهای صوتی مخفی استفاده میکنن که فقط خدمه پرواز معنای اونا رو میدونن. به عنوان مثال، یک دینگ پس از بلند شدن از زمین معمولا نشون میده که هواپیما به ارتفاع 10,000 فوتی رسیده و مسافران اکنون میتونن از دستگاه‌های الکترونیکی خودشون استفاده کنن. ترکیب زنگ‌های زیر و بم به مهمانداران هشدار میده که برای تکان‌های شدید هواپیما آماده باشن.
در برخی موارد 3 دینگ پشت سر هم میتونه نشون دهنده یک مشکل جدی باشه که نیاز به اقدام فوری خدمه داره. این صداها رای محرمانه برای ارتباط بین خلبانان و مهمانداران بدون اینکه مسافران نگران بشن. خدمه پرواز برای برخورد با انواع مختلف مسافران آموزش دیدن، اما وقتی فردی مشکل ساز میشه معمولاً از کدهای رمزگذاری شده استفاده میکنن تا مستقیما اون رو نام نبرن. به جای اینکه مستقیما بگن یک مسافر دردسر ساز شده، ممکنه از عباراتی مثل مسافر F13 نیاز به توجه ویژه داره یا ما یک وضعیت سطح 2 داریم استفاده کنن. در موارد خاص مثل زمانی که یک مسافر رفتار پرخاشگرانه داره یا امنیت پرواز رو تهدید میکنه، خدمه میتونن به طور محرمانه به خلبان اطلاع بدن تا در صورت لزوم هنگام فرود ماموران امنیتی رو فرا بخونه. برخی از خطوط هوایی حتی از حرکات دست یا عبارتهای خاصی برای هشدار به سایر مهمانداران درباره رفتار مشکوک بدون ایجاد وحشت در میان مسافران استفاده میکنن. بنابراین اگر شنیدید که مهمانداران به طور غیر عادی شماره صندلی خاصی رو به یکدیگر اعلام میکنن، احتمال داره که یک مسافر دردسرساز توی هواپیما باشه. به دلایل امنیتی، هواپیماهای مدرن دارای درهای کابین خلبان مقاوم در برابر نفوذ هستند که فقط از داخل باز میشن. اگه تهدید امنیتی وجود داشته باشه، خلبانا میتونن در رو کاملا قفل کنن تا هیچ کس، حتی مهمانداران، نتونن وارد بشن. خدمه پرواز یک کد اضطراری مخفی برای درخواست ورود به کابین دارن، اما اگه خلبان احساس کنه که احتمال هواپیما ربایی یا خطر دیگه‌ای وجود داره، میتونه سیستم رو غیر فعال کنه و در رو برای مدت نامحدود بسته نگه داره. این اقدام امنیتی پس از حوادث گذشته که افراد غیر مجاز به کابین خلبان وارد شده بودن اجرا شد تا کنترل کامل هواپیما در اختیار خلبانا باقی بمونه. با این حال این موضوع نگرانی‌های رو نیز به همراه داره. در برخی موارد خلبانا خودشون در کابین رو قفل کردند و از باز کردن در خودداری کردند که منجر به پیامدهای فاجعه باری شده. به همین دلیل بسیاری از خطوط هوایی قوانینی دارند که همیشه باید حداقل 2 نفر در کابین خلبان حضور داشته باشند، حتی اگر یکی از اونها فقط یک مهماندار باشه. بیشتر مسافران فکر میکنن که روشن نگه داشتن تلفن همراه بدون فعال کردن حالت پرواز باعث اختلال در سیستم‌های ناوبری هواپیما میشه، اما این کاملا اشتباهه. در واقع هواپیماهای مدرن از نظر الکترونیکی به خوبی محافظت شدن و احتمال تاثیرگذاری امواج موبایل بر تجهیزات ناوبری بسیار کمه. دلیل اصلی که خطوط هوایی از شما میخوان حالت پرواز رو فعال کنید، جلوگیری از ایجاد اختلال در شبکه‌های مخابراتی زمینیه. هنگامی که هواپیما در ارتفاع بالا پرواز میکنه، تلفن‌های همراه دائما به دنبال سیگنال میگردند و به سرعت بین دکل‌های مخابراتی مختلف جابجا میشن. این موضوع میتونه باعث بار اضافی روی شبکه‌های مخابراتی زمینی شده و مشکلاتی رو برای ارائه دهندگان خدمات موبایل ایجاد کنه. مهمانداران این قانون رو اجرا میکنن چون دستورالعمل‌های ایمنی شرکت‌های هواپیمایی رعایت اون رو اجباری کرده. ممکنه یک تلفن روشن مشکلی ایجاد نکنه، اما اگر صدها مسافر این قانون رو نادیده بگیرن، میتونه باعث ایجاد تداخل غیر ضروری در سیگنال ها بشه.